به نام خداوند بخشنده مهربان، با یک ویدیوی دیگه درباره پرچم‌های مختلف کشورهای جهان در خدمتتون هستم. در این ویدیو میخوایم پرچم کشور بنگلادش رو با هم مورد بررسی قرار بدیم و اون رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم. پرچم ملی کشور بنگلادش در 17 ژانویه 1972 به تصویب میرسه. این پرچم که یک زمینه سبز تیره داره، در وسطش یک دایره قرمز قرار گرفته و تقریبا شبیه پرچم کشور ژاپن هست. تنها تفاوتش اینه که زمینه پرچم ژاپن، کشور ژاپن سفیده، اما اینجا رنگ سبز تیره هست و دایره قرمز کشور ژاپن، پرچم کشور ژاپن در وسط قرار گرفته. اما در پرچم بنگلادش یه مقدار به سمت چپ که محل قرار گرفتن پرچم روی میل پرچم یا اون تیری هستش که اون پرچم آویزون میکنن، یه مقدار دایره به سمت چوب پرچم رسم شده. پرچمی که امروز مورد استفاده قرار میگیره کاملا شبیه پرچمی هستش که در جنگ آزادی بنگلادش در سال 1971 به اصطلاح هست و در اولین ایالت طراحی شد و در اون زمان نقشه‌ای که از سرزمین جدا شده از هندوستان به عنوان بنگلادش امروزی ما میشناسیم، اون نقشه رو هم در وسط اون دایره قرمز به رنگ زرد رنگ رسم کرده بودن، اما بعداً اون نقشه از داخل اون دایره قرمز حذف شد و فقط رنگ سبز و قرمز باقی موندش. شکل گرد روی پرچم بنگلادش نماد طلوع خورشید در خاک بنگلادش هست و رنگ قرمزش هم به اصطلاح نماد خون مردمی هستش که برای استقلال بنگلادش جنگیدن و جان خودشون رو از دست دادن. رنگ پرچمش هم که اشاره کردیم رنگ سبز تیره هست و یک دایره قرمز هم که گفتیم در وسط اون هست، اما شعاع این دایره 1/5 طول پرچم هست که نزدیک به سمت چپ قرار گرفته. تأسیس دولت مستقل پاکستان که از هند جدا شده بود در سال 1974 اعلام میشه و محمد علی جناح بنیانگذار دولت پاکستان از رهبری پاکستان در شرق که در حقیقت همون بنگلادش هست حمایت میکنه. یعنی در حقیقت ما یک پاکستان غرب از هندوستان داریم که امروز به نام کشور پاکستان اون رو میشناسیم و یک پاکستان شرقی که موسوم به بنگلادش هست، ما اون رو امروز به بنگلادش میشناسیم. هدف حزب عوامی که به رهبری مجیب الرحمان که اکثریت بنگالی ها از اون حمایت کردن، کسب خودمختاری پاکستان شرقی، جایی که امروز بنگلادش در اون تأسیس شده هستش. در 16 دسامبر 1971 جنگ استقلال پاکستان که بین نیروهای آزادی بخش و ارتش هند به مدت 9 ماه در اقصا نقاط پاکستان به رهبری مجیب الرحمان برگزار میشه و این جنگ با یک پیروزی همراه میشه که پس از این جنگ شیخ مجیب الرحمان رسما استقلال بنگلادش رو در 3 مارس 1971 که یک روز تاریخی در تاریخ بنگلادش هست اعلام میکنه. در همین روز هستش که پرچم فعلی بنگلادش در دانشگاه داکا که پایتخت بنگال هست برای اولین بار به اهتزاز در میاد. این پرچم همون پرچمی هستش که استقلال بنگلادش رو اعلام میکنه و به اون رسمیت بخشیده میشه. پرچم بنگال اون رنگ سبزی که داره رنگ به اصطلاح نشان دهنده طبیعت بارور و جوانی بنگلادش هست و به اصطلاح در کنارش میتواند نماینده‌ای هم از دین مبین اسلام باشه که البته در تفسیر پرچم بنگلادش بیشتر این رنگ سبز رو نماینده باروری و جوانی کشور بنگلادش میدونن. رنگ قرمز هم که اشاره کردیم نشان دهنده
خون مردمی هستش که برای به دست آوردن استقلالشون در به اصطلاح کشور بنگلادش جنگیدن و همچنین نماینده خورشید که در بنگلادش میتابه. در سپتامبر 1974 پرچم بنگلادش برای اولین بار در سازمان ملل متحد دیده میشه، اما کشور چین مخالفت خودش رو برای پیوستن بنگلادش به سازمان ملل با وتویی که انجام میده نشون میده. در سال 1906 سرود ملی بنگلادش به نام کشور طلایی من توسط شاعر رابیندرانات تاگور سروده و ساخته شده. 10 بیت اول این شعر که در سال 1972 رسما به عنوان سرود ملی شناخته شده انتخاب میشه و در به اصطلاح سرود ملی بنگلادش از این ابیاتی که در حدود 70 سال قبل سروده شده بوده استفاده شده. در حال حاضر کشور بنگلادش با توجه به اینکه از هندوستان استقلال پیدا کرده دارای به اصطلاح اقوام مختلفی هستش که اعتقاد به ادیان مختلف اسلام و اعتقاد بودایی که به اصطلاح در اون سرزمین وجود داره و ادیان دیگر با درصدهای خیلی کمتری هست که در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن و به اصطلاح این تاریخچه رو برای ما در طول تاریخ گذاشتن. تشکر میکنم از اینکه به این ویدیو توجه کردید و ممنونم.